پنگوئن. این پنگوئن که نه، این پنگوئن سریال جدیدی از این ویلن دنیای بتمنه که جدیدن هم بیرون اومده که اسپیناف فیلم بتمن رابرت پاتینسونه که 2022 اومده بیرون. به مناسبت به پخش این سریال میخوایم بیوگرافی پنگوئن رو تعریف کنیم براتون و همینطور به بیوگرافی اون تو فیلم‌های مختلف بتمن که شامل 3 فیلم بتمن سال 1966 و بتمن ریترنز 1992 و بتمن 2022 هستش بپردازیم. سلام، من محمد رضا و اینجا کانال هابینو. لایک و کامنت یادتون نره و همینطور چنل رو سابسکرایب کنید. پس بریم سراغ ادامه ویدیو. پنگوئن توسط باب فینگر نویسنده و باب کین آرتیست خلق شده و اولین بار تو شماره 58 دتکتیو کامیکس که همون کمیک های دیسی هستش تو دسامبر سال 1941 حضور پیدا کرده. اسم کامل پنگوئن آزوالد چسترفیلد کابلپات و شما چه فن سوپر هیرو باشید یا نه قطعا یه بارم شده که این شخصیت رو ببینید. اون یکی از اون کاراکترهای پیچیده‌ایه که باعث شده این ژانر از اونی که بوده فراتر بره، به طوری که مثلا خیلی سخته پیدا کردن آدمی که ندونه پنگوئن یک گنگستر بزرگ که خودش رو جنتلمن جرم و جنایت میدونه. شاید مثلا من خیلی به دانش کمیک بوکی و سوپر هیروی مردم اعتماد دارم، ولی بازم باور دارم که اکثرا میدونم پنگوئن کیه و چی کار است. ولی چیزی که اکثرا ممکن ندونم پیش زمینه و بکستوری پیچیده شه. بکستوری پنگوئن تو کمیک سال 1989 به اسم سیکرت اوریجینز اسپشیال نشون داده شد. توی این کمیک می‌بینیم که پنگوئن یه فرد با موهای قرمز به اسم شارکی دزدیده و توی مخفیگاهشون رو زندانی کرده و شکنجهش میکنه. مثلا اونو با چترش اذیت میکنه و مجبورش میکنه که ماهی بخوره. و توی همین کمیک فلش بکی به گذشته میخوره که ما بچگی پنگوئن رو میبینیم. توسط همین فرد داره اذیت میشه. خود آزوالد میگه که من ماهی دوست ندارم، مامانم هیچ وقت برام درست نمیکنه. یه شارکی بهش میگه ادا نده و سر آزوالد رو تو ظرف ماهیا میکنه و بهش میگه همه میدونن که پنگوئنا خیلی ماهی دوست دارن و پنگوئن بهش میگه که تو اولین کسی بودی که منو پنگوئن صدا کردی، باید خجالت در بیام و ازت تشکر کنم. البته که همین الان در میام. بهش یه ماهی دیگه بدی. جالبه که پنگوئن گشته و کسی که تو بچگی اذیتش میکردن رو پیدا کرد و داره انتقام میگیره. بس حواستون باشه که تو بچگی به هر کسی نگید زشت و سرتون تو کار خودتون باشه. وگرنه میگم آقا پنگوئن بیادا. و خب باز هم به زمان گذشته بر که شارکی به زور چتر پنگوئن رو میگیره و آزوالد خواهش میکنه که بهش برش گردونه، چون میخواد با اون از خودش در برابر ذات‌الریه محافظت کنه، چون پدرش با اون خاطر مرده. پس مشخص میشه مادر آزوالد اون چتر رو بهش میداده که ازش محافظت شه، ولی شارکی به جای اینکه اونو بهش برگردونه با چتر اونو کتک میزنه. و وقتی آزوالد ازش میپرسه که چرا این کارو میکنی، من که با تو کاری ندارم، جواب میده که چون توی احمق شبیه پنگوئنی. پس جالبه که پنگوئن تو بچگی به خاطر ظاهرش مسخره میشه و بعد پنگوئن که میگه که من حیرون و پریشون به کتابا و پرنده پناه آوردم، یعنی تنها دوستای خودم. و بعد برمیگردیم به زمان گذشته، یعنی جشن هالووین که شارکی مجبورش میکنه یه کلاه بزرگ دقیقاً شبیه به چیزی که الانم میپوشه و یه کت که به شدت براش بزرگه بپوشه و بعد به کل مدرسه میگه حالا کاملا شبیه به پنگوئن شده و هولش میده و بهش میگه که شیطان کوچیک بی دست و پا. خب توی این کمیک میبینیم که پنگوئن توی بچگی خیلی اذیت میشده و تبدیل به خرافکار شده تا از مردم گاتهام که اذیتش کردن انتقام، و بعد مدرسه اون اسم پنگوئن رو برداشت و تبدیل به یکی از رئیسای مافیا و بزرگترین شرورای گاتهام تبدیل شد. و خب باز هم باید راجع به گذشته پنگوئن صحبت میکنیم و از اینی که هست میریم عقب‌تر. این موارد تو کمیک پنگوئن پین اند پرجدیس اومده. وقتی آزوالد به دنیا میاد مادرشون رو میگیره و میگه آزوالد تو خیلی خوشگلی، و وقتی پدرش میخواد اون رو بگیره دکتر میگه که کارتون دارم آقای کابلپات، ولی بابای آزوالد هیچ اهمیتی به دکتر نمیده. ولی وقتی آزوالد رو تو دستش میگیره و قیافه و دماغش رو میبینه اونو به زمین میندازه. از همین الان نشون میده که چه پدر عالی و درجه یکیه. یعنی اگه بیشتر میموند آزوالد از این کس وضعش خرابتر میشد توی روانی بودن و این بحثا. و بعد چند ماه دوباره مادرش اون جمله رو تکرار میکنه، ولی پدرش برمیگرده و میگه من نمیخوام اون پیش ما بخوابه. ولی مامانش میگه که بچه پیش مادرش احساس امنیت میکنه و باید
نزدیک من باشه. و خب پدرش قبول میکنه ولی اونو به سمت ته تخت هل میده که نبیندش. واقعا پدر بدی داشته، یعنی میشه گفت که اگه پدرش آدم بهتری بود شاید اون هم میتونست که شخص بهتری باشه. و باز هم راجع به گذشته پنگوئن میبینیم که بازم اونو تو مدرسهش مسخره میکنن و ایسکاشو میگرفتن که مثلا 2 تا دختر بهش علاقه دارن، ولی مثلا تشریح نشون میدن که واقعا باور کردیم ما تا خوشمون اومده و این بحثا. که پنگوئن راجع به همین موضوع گفته که مردم از چیزی که زشته، از چیزی که ضعیف بدشون میاد، چون که یه بازتاب از ترساش، یه یادآوری از چیزی که در انتظارمونه، مریضی، ضعف و مرگ. و اگه من برای اونا حکم یه آینه رو دارم، اونا هم برای من همین. منم بلدم که از بقیه متنفر باشم. من چیزی که این هم نشینی بهم داد رو دریافت کردم و همه جا دنبال زیبایی بودم. اینجا ولی بدتر از کمیک قبلیه، چون حتی پدرش هم آزوارد رو طرد کرد و باعث میشه که پنگوئن در آخر تبدیل به خلافکار و آدم بد بشه. و خب از اینجا میریم سراغ آرکایی که پنگوئن توشون بوده. پنگوئن به عنوان یکی از قوی ترین و قدیمی ترین دشمنای بتمن حضورهای زیادی تو کمیک داشته که میریم با هم ببینیمشون. برمیگردیم به شماره 58 دتکتیو کومیکس که اسم بردم براتون، که ما اولین بار اونو تو موزه هنر گاتهام میبینیم که میخواد خودشو به عنوان مافیای خفن به دنیا معرفی کنه، ولی در آخر اون به رئیس گروه مافیایی که میخواست بهش بپیونده شلیک کرد، فقط به خاطر اینکه باش بحثش شد و با تفنگی که تو چترش تعبیه شده بود به اون یارو شلیک کرد، نه با تفنگ عادی. و خودش شد رئیس اون گروه و چند تا قطعه هنری هم میدزده و توجه بتمن رو جلب میکنه و یکی از دزدیاشو هم گردن بتمن میندازه و همینطور بتمن رو از زندان فراری میده که اونو گناهکارتر جلوه بده. و خب بتمن و رابین تونستن مدارک بیگناهیشون رو پیدا کنن و چند نفر از اون گروه مافیایی رو هم دستگیر کنن، ولی خود پنگوئن میتونه که تو این قسمت فرار کنه. آره درستین، یعنی تو دیدار اول بتمن و پنگوئن، بتمن نتونسته که پنگوئن رو شکست بده. و خب تو دوران قدیمی کمیک پنگوئن یه خلافکار خورده پا بوده که کارش دزدیدن جواهرات و قطعای هنری بوده که بیشترشون مربوط به پرنده ها بودن، ولی بعدها تبدیل میشه به یکی از خطرناکترین خلافکارای گاتهام و دشمن بتمن و اسلحه و چیزهای غیرقانونی تو بازار سیاه میفروشه. و میرسیم به کمیک گاتهام سنترال شماره 22. توی این سری کمیک پنگوئن نقش به شدت مهمی داره. توی این شماره کمیک هاروی بلوک وارد کلاب آیسبرگ پنگوئن میشه و تفنگ رو به سمت پنگوئن میگیره و میگه که مت هتر رو استخدام کرده تا اعضای تیم بیسبال گاتهام هاکس رو بکشه و میگه که من میدونم تو باعث مردن اونایی. و هاروی بلوک به خاطر حمله به پنگوئن میفته زندان و بعد تئوریش راجع پنگوئن رو به کاراگاه میگه و بعدم پنگوئن رو هم گروگان میگیره و تهدید میکنه که به خاطر کاری که کردی از پشت بوم میندازمت پایین. ولی پنگوئن توسط خود راننده کاراگاه فراری داده میشه و خب هاروی به بیهوش کردن پنگوئن محکوم میشه و این نشون میده چقدر پنگوئن بیرحمه و هیچ تردیدی تو کشتن اون همه بچه‌ای که هولوش 15 تا 18 سالن نداره. و یه داستان خفن دیگه از پنگوئن هست که توی کمیک بتمن وار گیمز رقم میخوره و این کمیک راجع به جنگ گروه‌های مافیایی و گنگستری تو گاتهامه و پنگوئن اینجا خیلی مستقیم درگیر نیست و به فروش اسلحه به گروه‌ها میپردازه. و خب بتمن از این امر عصبی میشه و ترنچولا رو میفرسته سراغ ددشات یعنی بادیگارد پنگوئن و بعد ترنچولا اسلحه رو به سمت پنگوئن میگیره و میگه تو باید گاتهام رو ترک کنی. پنگوئن سعی میکنه به ترنچولا رشوه بده ولی موفقیت آمیز نیست و در آخر به شهر بلاد هیون میره، ولی بعدها برای مدیریت کلاب آیسبرگ برمیگرده داستان. یکی دیگه از داستان‌ها بتمن آندرگراونده که توی اون پنگوئن توسط بتمن استخدام میشه که واسه در روابط تبهکاریش به بتمن دست بالاتری در رابطه تبهکارا میده و خب اینجوری یه جورای ما همکاری بتمن و پنگوئن بود و میرسیم دتکتیو کامیکس فیسز آف دس یا چهره های من. توی این کمیک پنگوئن کازینو آیسبرگ رو باز میکنه و سعی میکنه که گروه های تبهکاری کوچیک رو از بین ببره و مناطقشون رو تحت سلطه خودش بگیره و خب توسط بتمن متوقف میشه وقتی که میخواد افراد بیگناه رو منفجر کنه و بتره کنه.
و خب میرسیم به قدرت ها و توانایی های پنگوئن. پنگوئن هیچ قدرت ماورایی و خارق العاده ای نداره، ولی خب این تنها لزومه تبدیل شدن به ویلن خارق العاده نیست و بیشتر هوش و ذهنیت طرفه که مهمه. و خب یکی از باهوشترین دشمن بتمنی که از لحاظ هوشی با ریدلر برابری میکنه. خیلی جالبه نه؟ پنگوئن یه استراتژیست و یه برنامه‌ریز خارق العاده است و میتونه تو هر موقعیت شرایط رو به نفع خودش برگرده، به حدی که بتمن اون رو تیزهوش صدا کرده و با افراد زیادی هم تو دنیای زیرزمینی ارتباط داره. و البته پنگوئن مثل کت‌وومن از پرنده‌ها زیاد استفاده میکنه و خب یه جادوکار حرفه‌ای هم هست که تو مبارزه تن به تن میتونه کار خودش رو راه بندازه و گلیمش از آب بیرون بکشه. و یه جا خود بتمن کلی از پنگوئن تعریف میکنه و میگه که حتی از منم باهوش‌تره. وقتی رابین ازش میپرسه که چطور پس اون رو شکست میدی، میگه من از خطام آگاهم و خودشیفته و مغرور نشدم که پنگوئن از خطاش آگاه نیست و خودشیفته است، پس سر همینه که من میتونم اون رو شکست بدم. میرسیم به پنگوئن فیلم ها. پنگوئن 1966 راجع به گذشته صحبت نشده و با جوکر، ریدلر و کت‌وومن همکاری میکنه تا یکی از پیشرفت‌ترین اختراعات فرابشری رو بدزده. و خب توی این داستان به شدت هم به پرنده ها علاقه داره و ازشون استفاده میکنه. پنگوئن تو فیلم بتمن ریترنز 1992 حضور بیشتر و مهمتری داره. توی این فیلم گذشته پنگوئن رو میبینیم ولی نه چیزی که توی کمیک هست. توی این فیلم به خاطر اینکه دستای آزوالد شبیه پنگوئن بوده، خانواده‌شون رو به رودخونه میسپارن که به فاضلاب ختم میشه. که پنگوئن ها که احتمالاً هم از باغ وحش فرار کرده بودن اونو پیدا میکنن و بزرگش. پنگوئن توی این فیلم یه آدم روانی زشت، غیر متمدن و دوروه. و این یعنی چی؟ پنگوئن اول خودش رو خیرخواه شهر و قهرمان شهر نشون میده، به حدی که اگه بتمن اوایل فیلم باش درگیر میشد منفور میشده، ولی بعد مدت مشخص میشد که یه آدم جنایتکاره که فقط دنبال قدرت. این ورژن پنگوئن یه باند تبهکاری زیرزمینی هم داره و البته ارتباط قوی با پرنده و پنگوئن هم داره و یه جورایی کامل ترین ورژن پنگوئن. و اما پنگوئن 2022 که سریالی هم که میاد اسپیناف همین هستش. پنگوئن 2022 یه حالت رئیس مافیا تور داره و صاحب کلوپ آیسبرگه که فیلم هولوش اون میچرخه و سن کایل یا همون کت‌وومن هم همونجا کار میکنه. و خب راجع به پیشینه پنگوئن صحبتی نمیشه توی فیلم و خب هنوز به مرحله‌ای که تو کمیک بوده نرسیده که فرد قوی بشه و یه جوری دستیار فالکونه و یه خلافکار یا چیز عادیه که یه کلاب مهم داره، یعنی مکانی که پنگوئن داره توش مهمه، نه خود پنگوئن به اون صورت. و خب اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. برای این ویدیو زحمت زیادی کشیده شده، پس حتما ازش حمایت کنید و اگه خوب حمایت بشه هر چند قسمت که بودن 56 قسمت یه ویدیو نقد و بررسی سریال پنگوئن هم میسازیم. پس لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه و تا یه ویدیو دیگه بدرود.